به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی، زبان آموزان عزیز. درس 26 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف چ چه کتابی و چه دستنویس. چاینیک به زبان تاجیکی چوینیک. گاهی در بعضی منطقه ها این را شاید قربایی گویند. قربایی نمیدونم این کلمه از کدام زبان گذشته است. به زبان ادبی چوینیک می شود. خب چسی در اینجا کلمه چسی ا دارد، چ سی، لیکن ا خوانده نمی شود. بین ای و ای یک خما میگوییم، ای و ای خوانده می شود. چسی سی چسی ساعت. خب چاشکا به زبان تاجیکی پیاله یا کاسچه خوردکی مثل پیاله است. یعنی کاسچه های خوردکی برای شوربا خوری، یا کسی اگر در ترکیه زندگی کرده باشد کاسچه های خورد برای شوربا خوری دارند. یعنی به همون شکل، به همون مانند همونها را چاشکا میگویند. چاشکا به زبان روسی، کاسچه یا پیاله به زبان تاجیکی. این شکلی که در این رسم است گاه ما شما کروشکا میگوییم، لیکن این کروشکا نیست. کروشکا نیست، کلمه روسی است، یک کمتر بزرگ است از این شاشکا دیده، از این پیاله دیده کمی بزرگ است. اون را کروشکا میگویند، لیکن به این شکل مانند، به این مانند را چاشکا میگویند. خب این بود درس 26 تا درس های نوبتی. خدا حافظ.